بسم الله الرحمن الرحیم. قصه زندگی من تلخ است. کسی دوست ندارد آن را بشنود. حتی شاید اسمم را فراموش کردم. شاید به خاطر اینه که از 40 سال زندگیم بیشتر از 10 سالشو توی زندان بوده. خدای دختر دیگه بهم داده. براشون نوشتم اسمشو بذارن هدا. هدا یعنی چی؟ یعنی کسی که هدایت میکنه، مثل معلم. شاید در پرتوی نام توفیق هدایت پیدا کنیم. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد. چه کسی میداند که جواد کی، کجا و چگونه شهید شد؟ هر شب با تو قصه ها گفتم. قصه کودکی که در جنوبی ترین نقطه شهر در کوچه پس کوچه های خانیاباد به دنیا آمد و در همین کوچه پس کوچه ها بود که بزرگ شد و همه چیز را شناخت. وقتی به دنیا آمدم پدرمو ندیدم. خدا پدر داره، چه فایده؟ اما از وقتی به دنیا اومده ندیدتش. بدان همان گونه که آمدن تو به دست تو نبود، رفتن من نیز به دست من نبود. و در این میان تنها خواست خدا بود که تو بیایی و من بروم. از خودتون خواست. 1 2 3 صبر کن. وزیر نفت منم. شهید همیشه زنده است. زنده عشق.